برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. شکر پروردگار که باز به دیدار هم رسیدیم. شوکت محمد هستم. در برنامه امروزه دیدگاه ما درباره حساب‌های نیست اندر جهان حکومت تاجیکستان گپ میزنیم. متمت یا فن حسابی که حکومتداران ما با آن سر و کار دارند، سیاستی که پیش میبرند، گفت روزها اونیکال نیست. در هیچ کجای دنیا نمیابید. تا حد این مسئله تاجیکستان پیش رفته است که همه دنیا تا رسیدن به این نیرنگ‌های متماتیکی عاجز مانده اند. حالا بیایید پیش از اون که اصلی مسئله را بررسی کنیم، درباره آمارهای کشور گپ بزنیم. اگنتی آمار تاجیکستان دعوا کرده است که پاندمی جهانی ویروس کرونا در تاجیکستان به شماره جایهای نوی کاری تاثیر نرسانده، برعکس بیش از 24600 جایهای نوی کاری تأسیس داده شده اند. تأثیر ویروس تنها به ارزش خدمترسانی کارمندان در بازار داخلی مشاهده شده است. از اول سال جاری در تاجیکستان کارخانه و تشکیلات‌های مختلف توانستند با تأسیس جایهای نوی کاری شمار بیکاران در تاجیکستان را قریب 1% کاهش دهند. طبق معلومات اگنتی آمار تاجیکستان بیش از 15700 جای کار یا 64% تمام جایهای نوی کاری برای آدمان دائمی می باشند. افزایش جایهای کاری با این تمام نمی شود. اگنتی خبر می دهد باز 3700 جایهای کاری برقرار کرده شدند. در مجموع از آغاز سال در مقامات مهنت و شغلی اهالی تاجیکستان بیش از 75000 نفر ثبت نام شده است. طبق معلومات اگنتی آمار این نشان دهنده نسبت به یک سال پیش 3.2% کمتر است. تاجیکستان شاید یگانه کشور در جهان است که در زمان پهنشوی کرونا ویروس از افزایش جای کاری یعنی رشد اقتصاد خبر می دهد. در حالی که اقتصاد جهانی وارد بحران بی‌سابقه شده، برخی از کشورها از جمله امریکا در 3 ماهه دوم 3.1 مجموعی محصولات داخلی خود را از دست داده اند. طبق حساب تحلیلگران بانک جهانی، مجموعی محصولات داخلی در جهان امسال از 5 تا 7% کاهش خواهد یافت. این نشان دهنده برای امریکا طبق حسابها 9.5% سالانه برابر خواهد بود. دور نمی رویم. روسیه سال جاری 9-10% مجموعی محصولات داخلی و اوکراین که کمتر از همه با ویروس دست به گریبان شده است، حدود 5% آن را از دست خواهد داد. هیچ کشوری تا حال جز تاجیکستان از رشد اقتصاد خبر نداده است. یک لطیفه اگر خوانده باشید در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند که از کرونا ویروس درباره کشورهای اقتصاد جهانی می‌پرسند. کرونا ویروس پاسخ می‌دهد که اقتصاد این کشور را فلان فایز سقوط دادم، آن کشور دیگر را فلان فایز دیگر. وقتی به تاجیکستان می‌رسد پاسخ می‌دهد که من اقتصاد تاجیکستان را پیدا کرده نتوانستم. البته چنین خبرها دیگر نویگری نیستند و شاید برای بینندگان هم جالب نباشند. اگر اهمیت داده باشید، تماشابینان گرامی، رسانه‌های دولتی درباره چند نفر با کرونا ویروس گرفتار شدند اگر آمار پیشنهاد کردنی باشد، حسابات دادنی باشد، سرلوحه رسانه‌های دولتی به مثل خاور و دیگر رسانه‌ها را اگر اهمیت داده باشید،
اینها در سرلوحه نمیگویند که شمار با کرونا ویروس گرفتار شدگان فلان نفر است. اینها شمار شفا یافتگان را حساب میکنند. کدام سرلوحه رسانه های دولتی را اگر نبینید، شمار شفا یافتگان به فلان نفر رسید، فلان 85%، 75% به بیماری گرفتار شدگان شفا یافتند. اوی کل غوث ها، اگر همین 85% یا 75% که شفا یافتند با کرونا ویروس گرفتار نشده باشند، از چه شفا یافتند؟ این چگونه حساب است؟ حسابات رو بینید. هر یک طلبه مکتبی میانه، اینها که دانشمندای بزرگ برده شینانده حساب میکنند، طلبه مکتب را برده شینانید، یک بار حساب کند، شمار شفا یافتگان از شمار گرفتار شدگان همیشه زیاد است. اهمیت داده ایستادید؟ شمار شفا یافتگان همیشه از شمار گرفتار شدگان زیاد است. این چگونه می شود؟ تماشابینان عزیز، موضوع امروزه ما این آمارها نیست و هم موضوع امروزه ما موضوع اقتصادی هم نیست. این تنها پیشگفتار بود برای مقایسه. موضوع صحنه‌سازی مقامات برای انتخابات است که مثل همین آمارشان به یک مسخره سطح جهانی تبدیل شده است. این صحنه‌سازی البته به خاطر به جهانیان دموکراتی نشان دادن انتخابات در تاجیکستان است که گویا برای رسیدن به کرسی های پارلمان یا ریاست جمهوری 7 حزب تلاش میکنند. ولی همین صحنه را چنان احمقانه ساختند که بر علاوه این که عکس گفته های خود را ثابت میکنند، خود مردم کشور را به مسخره جهانیان تبدیل دادند. این مسئله را روزنامه‌نگار و تحلیلگر عزیز نقیبزاد بسیار خوب بیان کرده است. نقیبزاد در صفحه فیسبوکیش می نویسد: انتخابات در کشورهای غیر دموکراتی صحنه‌سازی است. در تاجیکستان همچنین. این را خرد تا کلان می دانند. در چنین کشورها پلیتکنولوژها مثل یک رژیسور حرفه‌ای کارزار انتخابات را با مهارت به صحنه میگذارند که مردم به درستیش باور کند. اما تاجیکستان در همین مسئله هم استثنایی است. صحنه انتخابات تاجیکستان از جانب رژیسورهای غیر کسبی و ناعهده را گذاشته می شود. این صحنه را مردم حالا به تئاتر نورفته خلاصه‌اش را می داند. اکتیورانش هم تغییر نمی یابند. همان چهره ها و همان سخن ها. کار سیاست از یک طرف دشوار و پیچیده است، ولی از جانب دیگر اگر به فهمش روی ساده و آسان است. مثلا همین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان که ماه اکتبر برپا می گردد. اگر تکنولوژی سیاسی خوب می داشتیم، می توانستیم به شکل بهتر و به انتخابات مانندتر تشکیل نماییم مسحک را. برای این از بحر نامزدی خوسه های سیاسی می برآمدیم. چهره های را به نامزدی پیشبری می کردیم که در جمهوری کم هم باشد تاثیرگذار باشند. فرض مثال نامزدی یادگار فایزوف، رئیس حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان، و یا قاهر رسولزاده را می گذاشتیم سروزیر کشور. در این حالت همه به انتخابات می رفتند. به انتخابات بودنش باور می کردند. معرکه پرشور می گذشت و این نامزدها طبیعی است که بیش از 20% آواز هم می گرفتند. نه 1.5 و 2.5%
آواز مسخره‌بار و خنده‌دار. نقیبزاد سوال گذاری میکند که مسئله برای حکومت چیست؟ باز پرزیدنت اعلان کردن امام علی رحمان؟ پس مهم همین است که او پرزیدنت اعلان شود. چی فرق دارد که نامزدها کیستند؟ نامزد رو باید گذاشت که مردم نفهمد که ما صحنه سازی میکنیم. هیچگاه رسول زاده و یادگار فیضوف حکومت را از دست امام علی رحمان گرفته نمیتوانند. در هر دو حالت امام علی رحمان پیروز اعلان میگردد. پس خوبتر نیست که صحنه حرفه‌ای بسازیم. صحنه انتخابات را تکراری و غیر حرفه‌ای ساختن حکومت از یک طرف از ناعهده برای سازندگانش بگوید، از طرف دیگر نامنظوری نسبت انتخاب کنندگان و هیچ شماریدن ایشان است. نسبت مردمی که نان حکومت از حساب ایشان می باشد نامنظوری خوب نیست و به عقل شماریدنشان بد است. البته عزیز نقیبزاد مسئله را با نرمی و دیپلماتانه بیان کرده است. اگر مسئله را کمی عامه فهم و دغل‌تر کنیم چنین می شود که این حکومت نه تنها خودش ابله است و مردم را هم ابله پنداشته است، بلکه می داند مردم و حتی جهانیان از ابلهی و دروغ بافی هایش آگاه شده اند، اما نگله با پررویی به آن ادامه می دهد. تماشابینان عزیز، ببینید مردم جهان به لوکاشنکو می خندد که 80% مردم بلاروس دست به اعتراض زده است. میگوید ما به لوکاشنکو آواز ندادیم، اما لوکاشنکو автомат در دست به کوچه برآمده است و میگوید من رئیس جمهوری انتخاب شده از طرف مردم هستم. همین مردم جهان میداند که در تاجیکستان هم انتخابات نیست، همه تقلب است، چون تجربه چند هزار ساله حکومتداری نشان داده است که یک نفر حتی اگر موفق ترین رهبر باشد هم نمیتواند 28-30 سال کجا 15-20 سال جانبداری اکثریت را به دست آورده نمیتواند. چی رسد به دیکتاتورهای مثل امام علی رحمان که کشورشان در همه ردبندی ها از پایان یکم جا، فقط در همه ردبندی ها نام تاجیکستان را از پایان پیدا میکنید، از پایان در یکم جا پیدا میکنید. پس چی ضرورت دارد که برگزاری انتخابات ها که میلیون ها دلار مصرف دارد؟ یک نفر پیدا نمی شود که به این صحنه مسخره شما باور کند. حتی طرفداران اشدی خودتان هم باور ندارد. میدونید چرا؟ برای آن که اکثریت اکتیوران شما یکی در حوزه های انتخاباتی میشینند، در اچسکه های انتخاباتی میشینند، میدونند که تمام انتخاباتی دوران صاحب استقلالی کشور را شما با همین گونه فسادکاری، با همین گونه نیرنگ و دروغ گذرانیده ایستاده اید. همهشان میدونند، همه میدونند که این صحنه را شما از 4 بیچاره مسخره باز ساخته اید. آنها را به صحنه آورده اید که نقش بازی کنند، اما یک سناریوی درستی برایشان آماده نکرده اید. این اکتیورانی دیگر، اکتیورانی که همچون نامزد به انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده اید، اکتیوران دیگر هستند. تماشابینان گرامی، ما به یکی از اینها زنگ زدیم که مصاحبه گیریم، فکرش را پرسیم. بعد صحبت خواهش کرد که نامش را هم ذکر نکنیم،
نامزد به انتخابات پرزیدنتی التماس کرده ایستاده است که نامش را ذکر نکنیم چون برایش مشکلی زیاد پیش می آورند و ما هم از گرفتن نامش خودداری میکنیم. بگذار چنین باشد. این بیچاره که ما با او مصاحبه کردیم یک اسیر دیگر است، مثل زندانی ها، ولی بیننده هوشیار خواهد فهمید که این اکتیار کی است، این بیچاره کی است. این بیچاره نامزد انتخابات پرزیدنتی است، پرزیدنت شده نیست. به یگان سؤال ما پاسخ درست گفته نتوانست. حتی نمیداند چرا نامزدیش را مانده است، نمیداند چرا پرزیدنت شده نیست. باور ندارید؟ وقتی پرسیدیم شما به این نظر هستید که از امام علی رحمان بهتر هستید چون نامزدیتان را علیه او مانده اید، لرزید، صداهایش لرزید. باور کنید با صدای لرزان گفت که نه 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 نه، چه خیل من از پیشوای ملت بهتر میشوم، این خیل نگویید. پرسیدیم که پس چرا مقابل امام علی رحمان نامزدیتان را پیشبری میکرده اید؟ پاسخ داد که خیر چیکار کنیم دیگر. من احوال حالا این 4 نفر احزاب کیسگیه که نامزدیشان را پیشبری کردند و این 4 نفره که پیشبری شدند، به همه اینها یک بار سوال داده پرسید چرا نامزدیتان را در برابر امام علی رحمان میمانید؟ یعنی شما از امام علی رحمان تاجیکستان را بهتر کردنید، شرایط را از امام علی رحمان دیده خوبتر کردنید؟ بدنشان میلرزد که به این سوال جواب گویند. پس اینها اکتیار نبوده، مسخره باز نبوده چی اند؟ اگر تو خودت را از امام علی رحمان بالاتر ندانی، سیاست مداریت، مدار اقتصادیت و مدار کاردانیت را از امام علی رحمان خوبتر ندانی، چرا به میدان سیاسی آمدی؟ چرا حزب سیاسی شدی؟ پیشوای ملت را این خیل نگویید. انا با همین مسخره باز ها میخواهند به ما نشان دهند که در تاجیکستان انتخابات برگزار میشود. انا همین با مسخره باز ها. کاربران پیام از نقطه های گوناگون کشور خبر میدهند که معرکه امضا جمع کنی برای 5 نامزد ادامه دارد. صدها معلم بیچاره مجبور است خانه به خانه گشته امضا جمع کنی کند. تماشابینان گرامی، یک چند معلم مکتب به ما زنگ زدند از تاجیکستان. در ورقه ها نام هیچ یک از نامزدها ذکر نشده است. ورقه خالی، نام رو می نویسی، نسب رو می نویسی، امضا میکنی. با آوازدهندگان میگویند که شما امضا را مانید، بعد در بالا خودشان نام یگان نامزد را می نویسند. بعد انتخابات معلوم می شود نامزدی که برای پیشبریش 5% آواز انتخاب کنندگان را جمع آوری کرده بود، همگی 0.1% آواز گرفته است. منم از خرابازی. های برادرها، این مردک برای نامزد رسما اعتراف شدنش 5% مردم امضا ماندنش در کار. این نشانگری آن است که 5% مردم طرفدارش است. اما وقتی که انتخابات میگذرد 2%، 1.5% آواز گرفته است. اقلا همین آمارها را درست کنید آخر. های تقم شلوک ها، نامزدها از خودتان، حزب ها از خودتان، کمیسیون انتخاباتی از خودتان. در این آخرها دیگر مردم هم از خودتان شده است. حتی اگر نامزدی خر را در ورقه نوشته گوید که امضا کن، امضا میکند.
مردم را به همین حال آورده رسونده اید، در حالی که تمام این انتخاباتتان به یک صحیفه همان ورقه امضا جمع کنی نمی ارزد. چی لازم این مسخره بازی؟ مردم کیها شما را شناخته است و ظاهرا این مسخره بازیتان برای خارجی هاست. پس مانید این میمون بازی ها را و به خارجی ها گویید که ما انتخابات برگزار کردیم، 5 نفر نامزد ارزنده شرکت کردند، در نتیجه امام علی رحمان 97%، 4 رقیب ارزندهش نیم فایزی آواز گرفتند. اونها از کجا میدونند که شما امضا جمع کردید یا نه؟ چند نفر اشتراک کرد و به کی آواز داد؟ اقلاً چند میلیون پول بودجه را در این دوران بحرانی صرفه میکنید، اکنوم میکنید. از حادثه های بلاروس ترسیده تمام کوششتان را کردید که حزب سوسیال دموکرات نامزدش را پیشبری نکند. محض برای همین حزب سوسیال دموکرات شما انتخابات را به یک ماه پیش گرفتید. اما نمی ترسید مردمی که روز انتخابات به کوچه ها برآمد ناگهان به سوی اچسکه انتخاباتی نیوز سمت راهش را عوض میکند و به میدان میریزد؟ از این نمی اندیشید؟ این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه های رادیویی پیام گذاشته می شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی و روسی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می شود. چندین برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می شوند که امیدواریم پسند شما می گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.